میدونی یه رشتی حتی اگه رژیم داشته باشه از کدوم غذا نمیتونه بگذره؟ دوستای من که میگن سیرواویج با مخلفات کنارش که مامان برگ سیراش رو یک دست خورد کرده باشه. آخه خورد کردن برگ سیر یه دقت و حوصله میخواد که مامانا با عشق انجامش میدن و وقتی یک دست برگ سیرا رو خورد میکنن موقع سرخ شدن هم یک دست سرخ میشن و در نتیجه سیرواویج خیلی خوشمزه تر میشه. پس شما هم سعی کنین تا جای ممکن برگ سیرا رو یک دست خورد کنیم. بعد اول 2 دقیقه بدون روغن روی حرارت همشون بزنین تا کمی خشک بشن و حالا روغن بریزین و نه در حدی که سرخ بشن، فقط در حدی که یه تفت مختصری داده بشن. حدوداً 5 دقیقه تفتشون بدین. از همون ابتدا هم نمک، فلفل سیاه و زردچوبه رو با برگ سیرها تفت بدید. اگرم به یاد گرفتن غذاهای محلی علاقه‌مند هستین میتونین صفحه من یعنی آشپزی با بهنام رستمی رو دنبال کنین و با من همراه باشین. مرسی از همراهیتون. آخ که اگه توی خونه کره محلی هم باشه این سیرواویج چی میشه؟ حالا تخم مرغا رو میشکنیم توش و مثل همیشه اول سفیده ها رو هم میزنیم که یکم خودشونو بگیرن برامون و بعد زرده ها رو هم باهاشون قاطی میکنیم. حالا ماهی شور رو هم یا مثل مادر بزرگم روی برنج دم میکنیم و یا مثل مامان سرخش میکنیم تا کنار برنج کته و این مخلفات. آخ دهنم آب افتاد. شما مثل دوستای من سیرواویج رو بیشتر دوست دارین یا مثل من سیرقلیه رو؟ حالا درسته که من سیرقلیه رو به سیرواویج ترجیح میدم، ولی امتحان کردن این ترکیب بهشتی رو حتما به همتون پیشنهاد میکنم و بهشت زیر دست آشپز هاست و بس نوش جانتون. توی استوریای هایلایت شده پیج اینستاگرامم به آدرس mrchef.iran هم میتونین آموزش کاشت سیر رو ببینین.